سلام، من امیرتم. اینجا چنل لوپا لگاسیه. این اولین ویدیو کاناله و دوست داشتم تو این ویدیو یک توضیحی بدم که قراره توی این کانال چه چیزهایی رو ببینیم، ایده تشکیل این کانال چی بوده و کلا یک دید کلی داشته باشیم. اول اینکه چرا من این کانال رو زدم. من مدت زیادیه که دوست داشتم در مورد باشگاه روم و کلا سری آ یک کانالی داشته باشیم، چون الان برخلاف گذشته که حالا من بچه‌تر بودم بیشتر رسانه، اخبار، حواشی و همه دیدا بیشتر روی پریمیر لیگ یا روی لیگ اسپانیا و ال کلاسیکو. روی سری آ کمتره. خب توی ایران کمتر دنبال میشه، کمتر طرفدارهاش دارن سنشون میره بالا و اون جمعیت جوون کمتر مجذوب این لیگ و تیماش میشن، حالا به خصوص روم هم جزوشونه. پس این دلیلیه که این کانال رو زدم. حالا چرا من؟ ممکنه از من تیفوسی تر خیلی ها باشن، خیلی ها شدیدتر دنبال میکنن، اطلاعاتشون خیلی بهتره. اول اینکه یه سری امکاناتی بود که اینترنت مفت و پیسی و اینها، گفتیم چرا که نه. در مرحله دوم من یک طرفدار ساده فوتبالم و خیلی فوتبال رو هیچ وقت فنی بررسی نکردم، براش کتاب نخوندم. من همون چیزی رو که ساده میبینم همون رو میگم، همون رو بررسی میکنم برای خودم و کلا فوتبال رو ساده میبینم. قطعا از من خیلی حرفه‌ای ترم هست. اینجا هم قرار نیست چنل آنالیز باشه که ما بشینیم بگیم این الان فالس 9 بوده باید میذاشتش استرایکر. قرار نیست این حرفا رو بزنیم. آنالیز باشه برای اونایی که سوادشو دارن. اینجا قراره چنل خودمونی تر باشه که شاید اگر یکی رهگذری رد میشه بیاد تو کانال دوتا ویدیو ببینه، جذب روم بشه، بره بیشتر بررسی کنه و این کامیونیتی رو شاید بزرگتر و قوی‌تر بشه کردش و ما یه سهم کوچیکی توش داشته باشیم. چه ویدیوهایی قراره تو این کانال گذاشته بشه؟ الان موقعیه که تابستون بازی برگزار نمیشه، بیشتر خبر و نقل و انتقالات. خبر هر 10 دقیقه ممکنه یک خبر تکذیب بشه، خبر عکسش بیاد، پس زیاد دنبال خبرم نیستیم. پس چیکار می‌خوایم بکنیم توی زمانی که بازی ها نیست؟ میایم یک سری ویدیوهایی رو درست می‌کنیم که نه خیلی بلند، هر چی کوتاه‌تر بهتر. در مورد خریدهایی که انجام شده بررسی می‌کنیم که این بازیکن کیه، اسمش چیه، کجا بازی می‌کنه و چه چیزی رو ما میتونیم ازش انتظار داشته باشیم که ببینیم. قرار نیست بشینیم هایلایت بازیاشو ببینیم. قراره ببینیم که چه چیزی رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم ازش. اگر امکانش بود بقیه تیم‌های سری آ هم به صورت کلی بررسی می‌کنیم به عنوان رقیب. ما بی‌طرف نیستیم اصلا. به عنوان رقیب بررسی می‌کنیم که چه شرایطی ممکن داشته باشن، چه خریدایی کردن. ولی ویدیوهاشون ممکنه یه مقداری وقتگیر باشه. باید ببینیم زمان دارم یا نه. این میشه برای فصل نقل و انتقالات. موقعی که فصل شروع میشه خب ما هفتگی بررسی می‌کنیم، لیگ رو یه نگاهی میندازیم توی یک ویدیو، بازیایی که اون هفته انجام شده و بیشتر تمرکز بازم روی رومه که چیکار کرده. و زمان خود بازی خیلی دوست دارم که توی چنل لایو بشم و همزمان بازی رو با هم ببینیم. قطعا توی یوتیوب نمیشه تصویر بازی رو به خاطر کپی رایت پخش کرد. در بهترین حالت میشه آمار رو نشون داد یا حالا بخشی از صفحه مثلا من باشه. ولی اگر تو پلتفرم دیگه ای، جای دیگه یا مثل تلگرام امکانش باشه اون رو هم پخش میکنم. و در نهایت سرگرمی. میدونم خیلی از بچه‌هایی که طرفدار رومن فیفا و پی اس بازی میکنن. اگر امکانش باشه فیفا بازی میکنیم، تیم تشکیل میدیم تو اون بخش پلیر آنلاینش و خوش میگذرونیم دیگه. تو این مسیر هر کسی هر ایده‌ای داشته باشه، هر پیشنهادی داشته باشه، هر توانایی داشته باشه برای تولید ویدیو، یکی سوادشو داره دوست داره آنالیز کنه، باعث افتخاره که داشته باشمش اینجا و تولید محتوا کنیم تا این کامیونیتی بزرگتر و جذابتر بشه. زمانی که این ویدیو رو میبینین احتمالاً ویدیو اول رسمی کانال هم آپلود میکنم که درباره یکی از خریدهای جدیدمونه. اون رو هم ببینین، نظراتتون رو بگین. قطعاً کلی ایراد خواهد داشت. من تدوینگر نیستم، گرافیست نیستم، خیلی ممکنه ایراد داشته باشه ولی سعی میکنیم بهتر و بهتر و بهتر بشه. خیلی مخلصم. ممنون که این ویدیو رو دیدین. ارادت.